خب امروز قراره در مورد حرکت دوربین یا همون کامرا توی تیوی پینت کار کنیم. خب ببینید شما امکان داره یک مجموعه، یک کانسپتی از یک فضا رو داشته باشید و بخواید حرکت دوربین روش ایجاد کنید. به دو طریق حالا فضا رو میتونید توی تیوی پینت داشته باشید یا میتونید اون فضا رو مثل این چیزی که حالا من انجام دادم توی فتوشاپ یه دیجیتال پینت ساده انجام بدید. خب یا مثلا لایه بندیاشو کامل انجام بدید مثل این. خب یا اینکه مستقیما توی خود تیوی پینت با استفاده از اون لایه هایی که وجود داره یک مجموعه در واقع از اون لایه ها و اون در واقع کامپ و بک‌گراندتون رو طراحی کنید. خب من حالا برای نمونه، برای اینکه هر دو روش رو یاد بگیرید، چون که طبیعتاً طراحی کردن توی تیوی پینت رو بلدید و کار کردن با در واقع طراحی بک‌گراند رو اونجا به طور کامل یاد گرفتید. حالا به فرض اگر شما یک زمانی یک فضایی رو داشتید که توی فتوشاپ طراحی کرده بودید، اول از همه میاد اینجا لایه بندی هاشو انجام بدید مثل این. خب و بنا بر اون لایه هایی که وجود داره، مثلا من یک لایه بک‌گراند ساده رو اینجا در نظر میگیرم، ازش خروجی PNG میگیرم و بقیه لایه های دیگه رو هم به همین ترتیب خروجی PNG میگیرم، یعنی که اون فضای پشتش باید یک فضای شفاف باشه که من بتونم بعداً حرکت دوربین رو توی کار اعمال کنم. خب این نکته اول. حالا من از اینا خروجی گرفتم، قبلا خروجی گرفتم، وارد فضای تیوی پینت هم میشم. خب من با توجه به کادری که اونجا طراحی کردم میام و اینجا یک پروژه جدید برای خودم طراحی میکنم. به صورت دیفالت من گفتم بهتره که ابعاد و اندازه نماهامون بر پایه همون HD 1920x1080 باشه. اما اگر زمانی شما خواستید یک حرکت دوربین رو به صورت پن یا تیلت روی کارتون اعمال کنید، بهتره که سایز و اندازه کارتون رو توی تیوی پینت هم به همون نسبت بیاین و تنظیم کنید. خب برای مثال من اون چیزی که طراحی کرده بودم، فضایی که طراحی کرده بودم فضای پن بود. بنابراین از اینجا میام با توجه به ابعاد و اندازه‌ای که توی فتوشاپ دیجیتال پینت هم طراحی کردم یه دونه نیو پروژکت جدید طراحی میکنم. خب ارتفاعش که همونه، ولی این در واقع طولش رو باید تغییر بدم، تقریبا 2 برابر بود، یعنی یه چیزی حدود 3840. این رو در نظر میگیرم و نیو پروژکت رو میزنم. ببینید یک کادر پن به من میده. حالا از همینجا من شروع میکنم به وارد کردن تصویرم. برای وارد کردن تصویرم که چند تا روش داریم، هم میتونید دراگ کنید تصویر رو وارد صفحتون کنید. از اینجا مثلا من دراگش میکنم، میام میذارمش روی صفحه تیوی پینت هم و ایمپورت رو میزنم. یا اینکه میتونم اگر روش دیگه خواستید امتحان کنید، از اینجا قسمت نیو گزینه ایمپورت رو از اینجا میذارم که همون روش قبلی هیچ فرقی نمیکنه. اینو اعمالش میکنم و اولین تصویرم رو وارد در واقع صفحه میکنم. دقت کنید حالا اگه امکان دارید موقع نرم افزار تصویرهای اضافه هم بیارید دیگه، خودتون حواستون به این جریان باشه. خب پس این میشه حالا لایه اولم. برای لایه دوم اگه حالا شما بخواید PNG رو وارد کنید، باز میتونید همون رو، یعنی عنصری که حالا طراحی کردیم مثل این عنصری که من اینجا در واقع گذاشتم، بیارم و وارد تصویر کنم، یعنی دقیقاً عین همون روش قبلی. اما چون این فایلم، این تصویرم حالت PNG و شفاف داره، شما باید دقت کنید که موقع وارد کردن تصویرتون حتما از این قسمت آلفا اون رو اگر روی حالتهای دیگه مثلا ببینید، اگر اینا رو من عوض کنم، اگر حالت ویس باشه یا حالت نو آلفا باشه، اینا هر کدوم امکان داره تغییراتی رو توی ارائه و وارد کردن تصویرم داشته باشه. اینو با حتما بذارید رو حالت پری مولتیپلای که اصل اثر رو براتون بیاره. ایمپورت رو میزنم. خب این الان اضافه شد. اگر ببینید من اگه خاموشش کنم شما متوجه میشید که این اضافه شده. خب این تا اینجا من تصویر رو وارد کردم. خب حالا میریم سراغ استفاده از کامرا. کامرا رو اگه بخواید در نظر بگیرید، من حالا اینجا کامرا رو انتخاب کنم. ببینید از قسمت نوار ابزار، خب از این گوشه سمت چپ تصویرتون گزینه کامرا رو ما کاملا اینجا داریم میبینیم. من اینو انتخابش کنم به صورت
دیفالت خودش بر مبنای اون سایز اولیه که من اومدم برای نیو پروژکتم طراحی کردم، میبینید یه دونه کامرای پن دوباره برای من طراحی کرده. خب من انتخابش میکنم، منتها میخوام ابعاد و اندازش همون ابعاد و اندازه 19-20x80 باشه که دوربین رو بچرخونم، یعنی اون حرکت پن رو به راحتی بتونم توی کارم انجام بدم. این یک اندازه استاندارد الان برای نمایش برای صفحه سینمای تلویزیون نیست. خب به محضی که شما کامرا رو بزنید از این قسمت پایین ببینید تنظیمات مربوط به کامراتون ظاهر میشه. توی این قسمت پایین گزینه است به اسم پارامتر رو شما انتخاب کنید. ببینید سایزش رو دقیقاً بر مبنای همون حالت پن نیو پروژکتم یا پروژه‌ای که ساختم اومده بهم داده. میام از اینجا اینو میذارمش رو همون حالت 19-20x80. خب هم از اینجا میتونم به صورت دستی واردش کنم، هم از این قسمت فرمت ها روی قسمت HDTV گزینه اول 1080 رو میزنم. ببینید میشه 19-20x80. اوکی رو میزنم. ببینید سایز اصلی 19-20x80 اینجا برای من در واقع اعمال میشه. حالا بنابر اون در واقع فضایی که من دارم، ولی من این البته این بزرگترش میکنم. این دیگه بستگی به نوع دید کارگردان داره. شما به عنوان کارگردان خودتون اینو باید انتخاب کنید که ابعاد و اندازه چه سایزی باشه. من رو یک مقدار بزرگترش میکنم که فضا رو کامل بتونم اینجا داشته باشم. اینو هم نگه میدارم، مثلا میگم از اینجا شروع بشه حرکت دوربینم به سمت حالا جلو بره. میتونید حالا یه مقدار کوچیک‌تر یا بزرگتر، این دیگه میگم بستگی به خودتون داره. خب فقط یک مسئله که وجود داره، چون ما یک در واقع تک فریم رو داریم، یک تصویر ثابت رو داریم، از این قسمت یعنی در قسمت تایملاینمون باید بیایم و زمان این تصویرمون رو به اندازه اون تایمی که میخوام حالا حرکت دوربین وجود داشته باشه یا اون نمامون در واقع وجود داره تعریف کنیم. خب من از این قسمت حالا قبلا که کار کردیم از این قسمت امتداد میدم تقریبا 24 فریمه. بنابراین به ازای هر 24 فریم من 1 ثانیه رو میتونم در نظر بگیرم. من میام اینجا تقریبا 100 ثانیه یعنی 100 فریم رو در نظر میگیرم که حدودا 4 ثانیه برای کارم اختصاص داده بشه. تا اینجا اوکیه. هر دو تا یعنی هر چند تا لایه، من اینجا چون 2 تا لایه دارم 2 تا لایه است. خب هر چند تا لایه که وجود داره من از اینجا میام امتداد میدم، فرقی نمیکنه. اگه لایه‌هاتون بیشتر بود بقیه هم باید همین کارو کنید. یعنی اگر به جای مثلا این فضایی که من طراحی کردم شما مثلا درختای بیشتری طراحی کردید که حالا لایه‌های بیشتری دارن، شما باید همه اینا رو بیان و امتداد بدید. خب اینو تقریبا من به اندازه 4 ثانیه اومدم طراحی کردم. خب این از این. حالا شما میتونید بیاین، من اومدم نمای اول رو در واقع در نظر گرفتم، گفتم خب حرکت دوربینم از اینجا شروع میشه. خب حالا میخوام حرکت پایانیش رو در نظر بگیرم، یعنی که این حرکت اول دوربینمه به حرکت نهایی برسیم. به محضی که شما بیاید ببین الان یک کادر قرمز رنگ رو شما میبینید توی فضا، یعنی توی اون قسمت کامراتون یک کادر قرمز رو دارید میبینید. به محضی که بیان یک کلیک روش انجام بدید ببینید اون کادر قرمز سبز رنگ میشه و یک کادر آبی ظاهر میشه. این کادر آبی در واقع کادر پایانی، نمای پایانیتون رو نشون میده. با این مربعی که من در مرکز تصویرم وجود داره میتونم اینو جابجاش کنم. هر جایی که دوست داشته باشم اینو من تکون میدم و این حرکت دوربین رو برای من طراحی میکنه. من میارمش مثلا تا اینجا، میگم قرار از اون کادر اولم که طراحی کردم تا اینجا یه حرکت پن داشته باشم تا اینجا بیاد. خب میتونید حتی تو این حالت بزرگترش هم کنید یا حتی کوچیک‌ترش کنید، زومش کنید. این دیگه باز میگم همه چی بستگی به خودتون داره. انتخاب میکنم، میگم خب مثلا اینجا این مقدار بزرگتر میشه. خب پس این میشه حرکت اول. این گزینه دومم که میشه حرکت دوممون. خب حالا اگه من از قسمت پریویو بیام و حرکت رو ببینید چه اتفاقی افتاد. این حرکت دوربین رو کامل به من نشون میده. پس این تا اینجا مربوط میشه به حرکت دوربینم. خب حالا یه مسئله ما اینجا داریم. ببینید شما زمانی که حالا این حرکت دوربین رو دارید، ببینید من اینجا حالا نما به نما در واقع دارم براتون پیش میرم. خب این تصویرتون به مدت 4 ثانیه در حال حرکته. خب
حالا شما به فرض خب میخواید که مثلا 1 ثانیه اولتون خب تصویر ثابت باشه و 1 ثانیه آخرم، یعنی زمانی که قرار دوربین ثابت بشه 1 ثانیه دوباره ثابت باشه، یعنی اینجا فقط حرکت دوربین رو کامل من دارم. خب از قسمت مربوط به تولز ها یعنی کامرا شما ببینید یه گزینه هست به اسم تایم پروفایل. این قسمت رو سمت چپ تصویر اگه دقت کنید، تایم پروفایل رو اگر روش دبل کلیک کنید یک صفحه براتون باز میشه. ببینید یک نمودار اینجا ظاهر شده خب که یک خط صاف رو داره بهتون نشون میده. این یعنی چی؟ یعنی اینکه شما 4 ثانیه رو اومدید در واقع طراحی کردیم و این 4 ثانیه مدام حرکت داره. خب برای اینکه این حرکت رو من ثابت نگه دارم، ببینید به محضی که روی خط قرمز بیام کلیک کنم یه نقطه ظاهر میشه. این نقطه ها در واقع کلیدهای کار من هستن. خب به ازای این حالا خودش به صورت هوشمند دقت کنید 4 تا خونه داره، یعنی به ازای هر 1 ثانیه اومده در واقع یک خونه طراحی کرده. خب من میام اینو در نظر میگیرم، میگم خب من میخوام از ثانیه اولم این ثابت باقی بمونه. خب اینو میارم میکشمش پایین. ببینید این زمان هست دیگه. خب زمانتون به 0 میرسه، یعنی اینجا دیگه حرکتی ما نداریم، درسته؟ خب توی فریم آخرم میگم 1 ثانیه آخرم قرار ثابت باشه، باز میام یک کلیک میکنم یه نقطه ظاهر میشه، اینو هم برمیدارم به صورت صاف قرار میدم. خب حالا بیاین حرکت رو ما با هم دیگه یک بار دیگه از اینجا ببینیم. من پریویو رو فعال میکنم، 1 ثانیه ثابت شد، حرکت دار، میاد تو فریم آخر 1 ثانیه ثابت برای من باقی میمونه. بنابراین حالا برای این حرکت هایی هست که حالا شما میخواین یک جایی رو ثابت کنید، یک جایی رو بخواید در واقع حرکتتون رو کمتر یا بیشتر کنید. خب این اگر هم خواستید حالا میتونید حتی این تغییرش بدید، مثلا همون حرکت اول رو بیاین اصلا بگید حرکت داشته باشه به فرض. خب مثلا توی ثانیه 2 مثلا تا 3 شما میخواید یه جایی ثابت باشه دوباره حرکت کنه. 2 تا 3 رو من میام اینجا تنظیم میکنم، دوباره از این قسمت پلی رو من میزنم که حالا شما بهتر متوجه بشید. 1 ثانیه ثابت شد دوباره رفت، یعنی مثلا شما یک حرکت کاراکتر اینجا دارید، یه چیزی اینجا اتفاق افتاده. خب از اینجا مثلا یک انفجاری رخ میده، اینا رو از این طریق میتونید بیاید و توی کارتون تنظیم کنید. خب اگر هم حالا نخواستید که دوباره میتونید اینا رو تنظیم کنید یا اصلا دلیت رو بزنید، یعنی روش راست کلیک کنید دلیت رو بزنید، اینا همه براتون به همون حالت قبل براتون در میاره. این حرکت دوربینه. خب این حالا من کلی براتون توضیح دادم. خب بذارید من یه بار دیگه حالا ریستش کنم. از این قسمت هم میتونید دوربین رو ریست کنید. خب من یه ریست رو میزنم. خب حالا مثلا شما به فرض یه فضای بزرگی رو دارید توی کارتون، میخواید دوربینتون بچرخه توی کار. من نمای اول رو مثلا میگم از اینجا از آسمون شروع میشه، خب میخوام همینجور دوربین تو کل کار بچرخه و برای خودش از یه قسمت به یه قسمت دیگه بره. خب فضای اول رو در واقع من اینجا تنظیم میکنم، دوباره میام کلیک میکنم که دوربین در واقع پایانیم تنظیم بشه. مثلا میخوام نهایتا اینجا دوربینم متوقف بشه، خب حتی یه مقدار زوم بشه. خب مثلا یه عنصری من اینجا دارم. خب نمای اول و آخر اگه شما حالا دقت کنید، من اگه بیام اینجا براتون پریویو بزنم تو حالت طبیعی یا حالت این چنینیه. خب حالا من میخوام این حرکت بیشتر بشه، یعنی مثلا یه سری حرکت های مابینش داشته باشه، دوربین بچرخه از این فضاها، از این در واقع از خیلی جاهای دیگه این تصویر بگذره. این خط آبی که اینجا وجود داره، یعنی نقطه اول و آخر دوربین رو به هم دیگه متصل کرده. شما اگه بیامش کلیک کنید ببینید دوباره کادرهای دیگه براتون به وجود میاد و ببینید شما راحت میتونید بیاین و این حرکت رو هی امتدادش بدید. من اینجا دوباره میام یه حرکت دیگه اینجا میذارم. خب میتونید این رو راحت تنظیم کنید دیگه. خب دوباره یکی دیگه میام اینجا مثلا میگم میخوام بیاد اینجا، مثلا اصلا اینجا بزرگتر بشه کادر تصویرم. بازیه فقط حالا برای اینکه حالا بهتر متوجه بشید که چطور مثلا حرکت دوربین رو شما میتونید تنظیم. حتی این آخری رو من میتونم حالا بیام بذارمش اصلا یه جای دیگه، راحت میتونید تنظیمش کنید. خب حالا تا اینجا من دوباره مجددا میام اینجا، ببینید حرکت دوربین. حالا
میگم باید این تنظیماتش رو دیگه حواستون باشه که خارج از کادر انجام نشه. اگر هم خواستید دیدید زمانش مثلا کمه، از اینجا مجددا شما میتونید هر چقدر امتداد بدید. این دوربین در واقع رو کل پروژه کاری داره اعمال میشه. میتونید بیاین زمانش رو مثلا کمتر یا بیشتر کنید. مثلا حالا چون به نظر من این خیلی از لحاظ زمانش کوتاه شده، میتونم بیام تعداد فریم هم از اینجا بکشم، این حالت رو برای من یک مقداری در واقع زمانش رو بیشتر کنه. خب این الان زمان بندیش رو با هم ببینید. این حرکت یک مقدار کندتر شد نسبت به اون فضای دیگه که وجود داشت. و دیگه همین. اگر حالا میگم پارامترهاش اونجور چیزا هم که اینجا کلا میتونید بیاین و تنظیم کنید، دیگه مورد دیگه ای نداره. فقط باید دقت کنید که موقع کار کردن چه زمانی رو شما دارید برای کارتون در نظر میگیرید. این حرکت دوربین حالا به صورت ساده بود.